خوب است که تو همراه مستی آتش. اگه تو نمی بودی من چی میکردم هیچ نمیفهمم. من همیشه همراهت می باشم بهار. اما به این فکر کو که با آقا محمد امیر خانم حضرت موضوع بسیار سخت است. بهار اونا خواه کنم گناهی نداره. میفهمم، اما باید دمام که من وقت بتین آتش. حتی ایران نمیفهمم به اونا در زندگی خود کدام موقفه بتام. خانم حضرت بسیار جگرخون است. یعنی تو خوب به نظر خود همراه این مشکلات مبارزه میکنی، اما وام یک مادر از بهار. او مادر تو است. یک بار از دید وام این موضوع را بیبی ما بعد از قدر وقت چطور دفعتن اونها را خانواده خود صدا کنم؟ درست از حال میفهمم که اونا خانواده حقیقی مستن، اما ما واقعا به چند مدت هیچ نمیخوایم درباره این که دختر کی هستم و از کی نیستم فکر کنم آتش. درست بهار. هر قسمه که تو میخوای. من میخوایم به خود یک خانواده بسازم آتش. میخوایم مادر شوم. تو خو مرا دوست داری همون تو نیست؟ این چه قسم سوال است بهار. تو خو میفهمی که من تو را بسیار دوست دارم. از خودم هم کرد بیشتر. پس قسم که است زودتر عروسی کنیم. تو تنها خانواده مستی عزیزم. بیا که عروسی کنیم و بخواد خانواده بسازیم تا صاحب اولادم شویم. حالا دیگه بخیز بچه مقبولم. حالا آفرین. امروز بعد از صبحانه تو را به بسیار یک جای مقبول میبرم. ها؟ به تو بسیار بازیچه‌های مقبول میگیرم. درست است؟ درست است. پس حالا بخیز دیگه جانم. حالا آی تالنته بخیز دیگه جانم. حالا لطفاً بخیز بچه. بخیز دیگه جانم. مقبوله. افسون خاله. اجازه نیست خانم. بیا در 2 دقیقه